سلام، من منام و در مورد این میخوام بپرسم امروز که آیا مردا همیشه قراره تأمین کننده زندگی باشن؟ منم اینام و داستانم در مورد فکت چک و یه پسر عوضیه. ما با هم دیگه داستانای ردیتو میخونیم، قضاوت میکنیم و به این نتیجه میرسیم که ما خوبیم. سلام علیکم. سلام، حالتون چطوره؟ خوب، متشکرم. حال شما چطوره؟ حال شما چطوره؟ برامون کامنت بزنید. به هر بهونه‌ای میخوایم یه دور توی اپیزود بگیم که لطفا برامون لایک و کامنت بذارین. و خب حالتون چطوره؟ داستان چی دارید؟ داستان من جنجالی، یعنی خودم باهاش مسئله دارم که دو نفر که به لحاظ لول کاری خیلی با هم فرق میکنن آیا پارتنرهای خوبی هم برای هم؟ اوه، بذار این مال توه، این مال منه، لطفا حواسمون باشه. ببین داستان من خیلی خنده داره. چرا دنبال عینکم؟ عینک منو بر نداشتی؟ نه اونجاست. اوه. خب مانا جون اومد با عینکش، قازوی بزرگ. داستان من بامزه است. خوبه. آره، داستان بامزه. داستان بامزه. آره. کی میخونه اول؟ اول من میخونم چون که مسئله مهمیه. صرفا بامزه نیست، مهمه. اوکی عزیزم، داستان من که بامزم هستم مهم. خب آیا من عوضی هم که خیلی رک به دوست پسرم گفتم که چرا هیچ جا استخدامش نمیکنن؟ بستگی داره. خب من 26 سالمه و از سال 2024 با دوست پسرم که 29 سالشه تو رابطه‌ام. ما آنلاین آشنا شدیم و چند سال فقط دوست بودیم. بعد از مدتی او یک مبلغی رو بابت خسارت از بیمه گرفت و تصمیم گرفت بیاد ایالت من و به قول خودش چند ماه اینجا بمونه. اون چند ماه تبدیل شد به چند سال و پول بیمه هم بالاخره تموم شد. یعنی یک پولی بیمه بهشون میداده که ماه به ماه و اون پول رو دیگه نمیده به دوست پسره. آره دیگه، تا آخر عمر که ازم بیمه نمیتونه بهت پول بده. آره. قبل از اینکه اون پول بیمه رو بگیره گاهی به پدرش در کار محوطه سازی و باغبونی کمک میکرد و چند شغل کوتاه مدت هم داشت، مثلا پیتزا فروشی، سرویسکاری رستوران و کارهای از این قبیل. اما هیچ کدوم از این کارهاش بیشتر از 1 سال دوام نیاورده بود. وقتی پول بیمهش تموم شد شروع کرد به دنبال کار گشتن. خیلی زود ناامید شد چون هیچ کس جوابش رو نمیداد. مدام تهدید میکرد که بیخیال میشه و برمیگرده خونه پدر و مادرش. من مدیر منابع انسانی هستم و مرتب برای شرکت خودمون نیرو استخدام میکنم. رزومه‌اش رو نگاه کردم و براش توضیح دادم که هیچ کس قرار نیست یک مرد 29 ساله رو استخدام کنه که در کل کمتر از 5 سال سابقه کار داره و بین شغل‌هاش هم چندین سال فاصله افتاده. او گفت که برای موقعیت‌های سطح ورودی اپلای میکنه. من هم توضیح دادم که مشکل اصلی سنشه. مهم نیست شغل سطح ورودی باشه. مهم اینه که یک آدم 29 ساله نتونسته شغل ثابت رو نگه داره، ظاهر خوبی نداره. حالا اون میگه من بی‌ملاحظه‌ام و باعث میشم حس افتضاحی نسبت به خودش پیدا کنه چون نمیخواد به اندازه کافی در هزینه خونه کمک کنه. البته من فقط از اون خواستم در خرید مواد غذایی کمک کنه. بقیه قبض‌ها و هزینه‌های خونه رو خودم پرداخت میکنم. قبول دارم که شاید میتونستم نرمتر و مهربونتر حلش کنم، اما واقعیت اینه که احساسات شخصی هم وارد ماجرا شد. من خیلی دوستش دارم، اما به نظرم مسخره است که این همه مدت با تکیه به پدر و مادرش زندگی کرده و استقلالی نداشته. خب آیا من آدم عوضیه هستم؟ ببین نمیتونم نه بگم که دختره. یه لحظه میدونی چه حسی بهم دست داد که جدی ما 2 تا قاضیم نشستیم چکشم من نمیتونم بگم که دختره عوضیه. عینک قازوییت هم بزن که آره. خیلی جدی تر بشه. چشم. آره به هر حال در مورد تخصصش صحبت کرده، یعنی کار خودش استخدام نیروه برای شرکتشون
و میدونه که چه رزومه‌هایی مورد بررسی قرار میگیره، چه رزومه‌هایی کلا کنار گذاشته میشه. در حرفش هم منطقیه. کسی که 29 سال سن داره و فقط 5 سال سابقه کار داره، اونم بینش یه عالمه گپ، خب هیچ کارفرمایی دوست نداره همچین کسی رو بگیره برای کارش. آره. نه، حرف خیلی بی ربطی نزده. بعد من فکر نمی کنم خیلی تند گفته باشه این موضوع رو. مسئله من میدونی مینا چیه؟ اینکه یه پسر 29 ساله است، خب داره چجوری زندگی میکنه. بعد مسئله باز اصلا اون هر جور دوست داره، پسر 29 ساله هر جور دوست داره زندگی کنه. یه دختر 26 ساله‌ای که کار خوب داره، قطعا تحصیل کرده که تونسته بره توی منابع انسانی استخدام بشه و همه اینا، چرا باید همچین آدمی باشه؟ دیگه ازم عشق چشم و کور میکنه دیگه. این خود پسره رو دوست داره دیگه، حالا شرایطش رو مثلا تو ذهن خودش پذیرفته. ولی واقعیت اینه که با اینکه ادعا میکنه عاشقشه، قطعا همین موضوع باعث جداییشون میشه. قطعا یه کم دیگه بزرگتر بشی ای دختر. آره. هی به خود میبینی بابا من انقدر سن کم کار کردم، تلاش کردم، پیشرفت کردم، فلان کردم و دوست پسر من هنوز همونیه که بوده. آره. بعد مثلا داره میگه که اجاره خونه رو میده، قبضای خونه رو میده، پسره فقط گروسری میخره میاره خونه. تازه اونم کمک کن، یعنی 0 تا 100ش نه، 50-50. آره این موضوعه. تازه میگم خیلی قشنگ و با طمأنینه گفته به پسره. به نظر من مثلا اگه بود یه هر کی دیگه بود میگفتش که تو انقدر بی ارزه و بی خاصیتی که توی رزومت فقط 5 ساله، چه توقعی داری احساس. خیلی قشنگ گفته من از دید تخصصی که دارم که واقعا هم دید تخصصیشو دیگه. آره اینه مشکل رزومت، اینه. تازه انگ به خودش هم نچسبونده. مثلا یکی دیگه باشه یکم واضح‌تر بهش میگه پاشو یکم خودتو جمع کن، تو داری توی خونه من میخوری میخوابی، من همه چی تو دارم میدم. ولی حالا در کل به نظرت منطقی رابطه هایی که توش، آخه قبلا هم یه داستان خوندیم که خانومه داره همه هزینه های زندگی رو میده، اصلا منطقیه؟ یعنی آیا واقعا یه چیزی به عنوان اون نقشه سنتی زن و مرد وجود داره که مرد تأمین کننده است و خانومه، حالا خانومه هم میتونه تأمین کننده باشه ولی نقش اصلی تأمین کنندگی با مرد است؟ داریم یه همچین چیز به نظر تو و منطقیه؟ که دختر نقش اصلی رو بگیره؟ که نقش اصلی تأمین کنندگی با مرد باشه یا نه فرقی نمیکنه؟ من نمیگم 0 تا 100ش با مرد باشه، ولی نقش اصلی باید با مرد باشه. موافقم. ببین چجوری بگم که بحث اصلا جنسیتی نباشه. بعد چقدر من و تو چه استرسی داریم نمیدونم. آره بذارش حداقل رو چشت. عینک داریم. قضیه اینه که خانوما ناخودآگاه، ببین یه سری چیزا بحث غریزه است، ناخودآگاه اینجوری هن که به کار خونه بیشتر از مرد میرسن. اینو نمیتونی تغییرش بدی مگه اینکه یکی دیگه خیلی علاقش به هیچ عنوان کار خونه نباشه، اصلا خاصه، جز خواص حساب میشن. ولی اکثرا بخوای حساب کنی خانوما ناخودآگاه کار خونه دوست دارن انجام بدن. این هست چون نمیتونن کامل حذفش کنن. یهویی کار بیرون هم اضافه میشه. بچه‌ها ما داریم در مورد خواص صحبت میکنیم. یه خواص اینجا داریم، یه خاص اینجا داریم. عزیزم ناهار امروز کی درست کرد؟ خواص اینجا داریم. یعنی ناهار امروز کی درست کرد؟ ناهار درست میکنی؟ من چون مجبور بودم. خب پس همین نبود درست کنم، اگر معمولا من درست نمیکنم. خب پسرا یه سریاشون اینجوریان که حتی مجبور به کار خونه هم بشن اصلا نمیتونن انجامش بدن. یعنی باز برمیگره به اون غریزه‌شون و غریزه‌شون برای کار بیرونه. من حرفم اینه. آره نه حرف تو کاملا درسته، فقط خندم گرفت به خاطر اینکه من و تو هیچ کدوم غذا درست نمی‌کنیم. ولی من خیلی به کارهای خونه میرسم. آره بابا. آره خونه‌ت همیشه خیلی تمیز و قشنگ و آراسته است. خب یعنی ما دیگه چیزی برای از دست دادن جلوی شما نداریم.
این مدلی شدیم. برای همین من احساس میکنم که اون وزنه اصلی ناخودآگاه روی مرد باید باشه، چون زن نمیتونه هم به کارهای خونه برسه، به اون غریزش برسه و هم وزنه اصلی درآمد خانواده‌اش باشه. آره. اینجاست که یهویی روش فشار میاد و مثل الان که گفت من این حرفم در مورد رزومه یکم هم موضوع شخصی قاطیش بود. معلومه که هست. یه حرسی رو پسره داره. ببین آدم ممکنه از روی علاقه یک عالمه از خودگذشتگی بکنه، از مالش بگذره، از همه چیش بگذره، ولی یک واژه‌ای هست تو انگلیسی، من نمیدونم فارسیش چیه متاسفانه، ریزنتمنت یعنی اینکه درونی از یک آدمی دلگیری. آره. دوستش داری، عاشقش، ولی دلت من بهش میگم هرسی روش. آره آفرین، هرسی، دلچرکینی. و واقعا یه همچین موقعیتی شروع میکنه ذره ذره دلچرکین میکنه آدمو تا جایی که تو یهو احساس میکنی نه اون احساسی که قبلا داشتم خیلی کم رنگه یا دیگه نیست حتی. و آره به نظر من تو با این که بچه ما برات نظر داریم، ما قازوها، هیچ کار نکن، فقط جدا شو. آره واقعا اصلا مهم نیست که تو تند گفتی، کند گفتی، عوضی فقط بودی، جدا شو عزیزم. نبودی. اصلا آره مسخره است. دو تا آدم خیلی متفاوتی. دقیقاً. آره من حالا عزیزم من واقعا با این موضوع موافقم. یعنی فکر میکنم که ما اینجا عوضی داستان نداریم. اینجا الان ما خودمون عوضیم که داریم عوضی داستان ما این. بذار من حاضرم که اونا جداشن و من بشم عوضی داستان. در این داستان ما خوب نیستیم، ما عوضیم. ولی ما خوشبختی تو میخوایم واقعا. برو عزیزم تلاش کن. تو اگه با یکی آشنا بشی که مثل خودت انقدر آدم پرتلاشی باشه، میدونی چه پیشرفتی میکنی تو زندگیت. خود این آدم میره با یه نفری دوست میشه که بهش سرکوفت نمیزنه، میدونی؟ اونم داره مثلا از باباش پول میگیره. از باباش پول میگیره، با یه دختری مثلا وارد رابطه میشه که دختره به خاطر اینکه حالا موفق تره سرکوفتی نداره بزنه، بازی قدرتی به وجود نمیاد. آره. تلاش و موفقیت و مالی. خب حالا کامنت ها. یکی گفته که برای من سوال اینه که تو انتظار داشتی اون با این اطلاعات دقیقاً چی کار کنه؟ اگر گفته بودی که تو گیومه فکر میکنم مشکل اینه که سابقه کارت کافی نیست، با توجه به تجربه هم در منابع انسانی به نظر میاد که از راهایی که میتونی این مشکل رو حل کنی اینه که 3 نقطه. اون وقت حرف سازنده تری بود، اما تو اینو نگفتی. تو گفتی استخدام نمیشه چون سابقه کار کافی نداری. باشه، حرفت شاید درست باشه، ولی اون دقیقاً باید با این حرف چیکار کنه؟ برگرده عقب و زمان رو عوض کنه. یکی اینو گفته. اینم هست. درست میگه. آره، یعنی راه حلم بهش نگفته. خب چه راه حلی واقعا میشه؟ من واقعا الان برام سواله، اگه یکی حالا به هر دلیلی تا 29 سالگی مثل شرایط اینو داشته باشه، واقعا وقتی لحظه که تصمیم بگیره من الان دیگه میخوام واقعا کار کنم، باید چیکار کنه؟ ببین حرف دختر خیلی هم درست نیست واقعیت، چون اولا توی رزومه کسی قید نمیکنه که چند سالشه. ممکنه از ظاهرش بفهمن این قطعا مسئله است. بله. آره. یعنی با اینکه سنش قید نمیشه ولی خب ظاهرش تو ایران قید میشه. تو ایران قید میشه. آره دقیقاً. و آره قطعا رد فلگ برای کارفرماها. آره. و یه سری چیزا رو آدم باید حواسش باشه دیگه. آره. برای همینه که سن 18 تا 25 سالگی سن الکی نیست. تو یا واقعا باید درسی خونده باشی، مهارتی کسب کرده باشی، حالا به واسطه بوتکمپ و دانشگاه، یا اینکه یک کاری کرده باشی دیگه. بچه‌ها زودتر به فکر بیفتین که برای خودتون یه رزومه بسازین. خیلی مهمه خیلی توی این دنیا. آره. که به موقع برین سر کار، درس بخونین، درس که حالا ربطی نداشت. یه نفر دیگه هم گفته که آیا اصلا بهش بازخورد سازنده ای هم دادی؟ واضحه که نمیتونه سنش رو عوض کنه، نمیتونه گذشته کاریش رو از نو بنویسه. اگر حرف در اصل این بود که همینه دیگه کارت تمومه و هیچکس استخدامت نمیکنه بدون اینکه هیچ راهکار علمی یا پیشنهادی بهش بدی، خب من میتونم بفهمم چرا ناراحت شده. تو باعث شدی حس کنه که وضعیتش غیر قابل جبرانه، انگار هیچ راهی برای درست کردنش وجود نداره. برای همین هم طبیعیه که حس افتضاحی نسبت به خودش پیدا کنه.
راستش میاد در مورد این یه موقع‌هایی تنها راه حل آدمو برای رهایی از وضع داغونشون اینه که حس افتضاحی نسبت به خودشون پیدا کنن. واقعاً. یعنی باید احساس کنه آقا من گند زدم. تا این احساس اضطرار رو نداشته باشه که من گند زدم نمیره واقعاً درستش کنه. آره اینم هست. خیلی تلخه ها ولی واقعیته. الان دارم به این کار دختر فکر میکنم. اگه مثلا بخوایم بگیم خب توی رزومه که از سن نمینویسن میتونه بازم یه کار حتی شده جنرال اول بگیره نمیدونم فلان، واقعا به همین نتیجه میرسم که دختره توی این مدت که حتی گفته بود که اول برای چند ماه اومده بعد مدت طولانی پیش من مونده و چند بار هی گفت هزینه ها رو من دارم میدم، از این لحاظ روش فشار بوده که یک گیر بهش داده که خودش هم گفت که من موضوع شخصی هم یکم قاطیش کردم. آره این یکم ما همچنان، من شخصا نظرم اینه که باید جدا بشی. به نظرم تنها جایگزین این برخورد این بود که دختره خیلی مبهم برگرده بگه ببین ما مناسب هم نیستیم خدافظ. آره دیگه. یعنی جایگزینش این بود دیگه. بدون اینکه پسر بفهمه بهش بر بخوره حس افتضاحی نسبت به خودش پیدا کنه. ولی اینکه تو حقیقت رو بگی و یک نفر حس افتضاحی نسبت به خودش پیدا کنه با اینکه اون حقیقت سر جاشه خب آره بله. خب حالا بعد از این همه تلخی میریم سراغ داستان‌های فان و بامزه این قسمت. مینا خب ببین از لحاظ من فان بودن، شاید الان از لحاظ شما یه اتفاق خیلی رو مخ باشه که هست، من گولتون زدم. آیا من آدم بدیم که وسط بحث ها حرف مردم رو با سرچ و منبع بررسی میکنم؟ آدم نردی که قطعا هستی. خب من 28 سالمه و عاشق مطالعه درباره موضوعات مختلفم، مثل زیست شناسی، آناتومی، روانشناسی، تاریخ و خیلی هم دوست دارم در مورد این موضوعات حرف بزنم و اطلاعات جالب با بقیه به اشتراک بذارم. اتفاقا اعضای خانواده و دوستان خانوادگیمون هم معمولا از اینجور بحث ها خوششون میاد. اما مشکلم اینجاست که اگه در یک گفتگو چیزی بگم که با اطلاعات اونا فرق داشته باشه، از همون اول فرض میکنن من اشتباه میکنم. دلیلش هم از نظر اونا اینه که چون سنشون از من بیشتره پس طبیعتا تجربه و اطلاعات بیشتری دارن. هر تلاشی هم که برای توضیح یا بحث منطقی بکنم از نظرشون بی‌ادبی و بحث کردن الکی حساب میشه. حتی اگه منبع علمی یا دانشگاهی نشون بدم باز هم قبول نمیکنن. آخرین بار سر آناتومی ماهی بحث شد چون برای شام ماهی داشتیم. وای چه جمع سنگینی. فکر کن تو حتی برای شام هم که میخوای بخوری بحث ها در مورد آناتومی، روانشناسی، تاریخ. خود ماهی جلوی چشممون روی بشقاب بود، با هم نگاش کردیم اما باز هم قبول نکردن. گفتم نه ما میدونیم اینطوری نیست. مثلا آناتومی شد داشتن توضیح میدادن جلوشون میده نه این دومه این کله است، حالا برعکسه. آره نه این نیست. حالا سوال من اینه که آیا من آدم بدیم که وسط بحث اطلاعات رو بررسی کنم؟ من معمولا اگه چیزی که میگن منطقی یا محتمل به نظر برسه همون رو قبول میکنم. اما اگه در مورد موضوعی باشه که به اون علاقه دارم یا مطمئن نباشم، همون موقع در گوگل سرچ میکنم تا حقیقت رو پیدا کنم. این کار رو برای این انجام نمیدم که ثابت کنم اشتباه میکنم، بیشتر برای اینه که خودم اطلاعات درست داشته باشم. همون لحظه سرچ میکنم چون اگه بذارم بعد رفتنشون معمولا فراموش میکنم. فکر کنم هر دفعه مهمون میاد چی گفتین؟ آها اون اجازه بدین. شما چی گفتین؟ آها خب دونه دونه. امروز مامانم خیلی عصبانی اومد و گفت این کار رو دیگه انجام نده چون هم خجالت آوره هم از لحاظ اجتماعی پسندیده نیست و در واقع بدون اینکه مستقیم بگم دارم به بقیه میفهمونم که احمقن. ظاهرا یه نفر دیگه هم هست که همین کار رو با دوستان مادرم میکنه و اونا هم از این موضوع به مادرم شکایت کردن و گفتن این رفتار باعث میشه احساس حماقت و تحقیر شدن داشته باشن. آیا من آدم عوضی هم که فکت چکت میکنم یا شما چی فکر میکنید قاضوها؟
راستش من خیلی آدم مناسبی نیستم که اینجا بخوام قضاوت کنم، چون من دقیقاً این آدم خودمم. آها، میخواستم بگم شکست نفسی نکنید، قاضی نه، این بزرگ. دقیقاً منم. تو حرفی که میشه آره، متاسفانه منم این کارو و میکنم. منم اونیم که همیشه حس احمق بودن. ببین آخه از وقتی که چت جی پی تی اومده ناخودآگاه آدم چیز میکنه. آره، یعنی انقدر کار آسون یه گوگل کردن یا از یکی از این آیا پرسیدن آره که خب واقعا مفیده که آدم اطلاعات درست داشته باشه دیگه. مثلا توی جمعیم میخوایم ببینیم جمعیت ایرانیای ونکوور چقدره. حالا مثلا یکی میگه 100,000 نفر، یکی میگه مثلا 10,000 نفر. خب همونجا گوگل میکنیم میبینیم که مثلا 50,000 نفره دیگه. خب اون زمانیه که گفتگو همه دارن با هم گفتگو میکنن، هیچکی نمیگه حرف من درسته. این توی جمعیه که همه خودشونو عقل کل میدونن. خب بی خود میکنن، ببخشید. آره منم نظرم همینه. به من چه که بزرگتر از مایید. وقتی داری اشتباه میگی عزیزم باید بگیم بهت که آره حرفت اشتباهه، اینو همینجوری گوش به گوش این حرف اشتباهو نچرخونی. آره مثلا الان خب رایان 8 سالشه. خب تو صحبت‌های ما هست دیگه یه بچه 8 ساله باهوشی که صحبت‌های ما رو میشنوه، نظر داره، مثلا میخونه، گوگل میکنه. آره. و خب وقتی یه حرف اشتباهی میزنی اگر اصلاح نشه، خب حالا بچه این حرف رو میگیره، بعدن میره درستش رو میفهمه و چک میکنه که ای بابا این مثلا خانواده من همشون اسکلن، مثلا آره. یک چیز درست از دهنشون در نمیاد. باید در نظر بگیری اینها رو دیگه. و اصلا من کلا با بزرگایی که فکر میکنن عقل کلن چون بزرگن همه چی میدونن واقعا مشکل منم دارم. خیلی و خیلی نابالغانه میدونم این رفتار رو. آره چون اصلا سن ربطی نداره به اینکه تو بدونی این موضوع رو یا اون موضوع رو. یا حتی مطالعه زیاد هم به نظر من یه موقع‌هایی یه سری چیزا داره هی آپدیت میشه تو این دنیا. تو شاید اون مطالعه‌ای که کردی 10 سال پیش خوندیش، تا از 10 سال پیش تا الان 10 بار اون تغییر کرده و یکی میاد تو هی برگه نه من در موردش خوندم، من مطمئنم. اصلا برای وجه ها و اعتبار خودت خوبه که مستند و مستدل صحبت کنی دیگه. چون واقعیت این که دوباره به رایان ارجاع میدم، یه جاهایی من کم میارم در مقابلش. یعنی باید آدم آپدیت کنه خودش رو، بخونه، بفهمه، فکت چک کنه، اگر نه قشنگ درسته قوردت میدن این نسل بچه هایی الان که به اینترنت و ای همه چی دسترسی دارن. آره دقیقاً. پس تو عوضی نیستی عزیزم، به این کار ادامه بده تا جایی که اونا روشون کم شه. آره تا جایی که اونا همچنان تو براشون آدم معتبری باشی و بتونی روشون جای لازم تأثیر درستی داشته باشی. مشکل اینه که این آدم معتبر نمیدونن، توی جمع دارن میگن چرا داری بی‌ادبی میکنی به ما. دقیقاً اعتماد به نفس بچه رو هم میگیرن. آره. که بخواد حرف میگه حتی بهشون نشون میدم میگم ببین توی فلان مقاله الان این اومده، قبول ندارن. آدم‌های ریشوی نابالغی هستن. به نظرم بذار من احساس میکنم امروز میخوام همه چی خیلی راحت بگیرم. فکر میکنم که تو دیگه توی اون جمع‌های خانوادگی شرکت نکن، مثل قبلی که گفتیم جدا شو. عزیزم صورت مسئله رو میخوام پاک کنم، بگو کار دارم بیرونم با دوستمم، نباش. یا وقتی حرف میزنن هدفون بذار، برای خود موزیک گوش کن، بذار اونا برای خودشون حرف بزنن، رو پای حرفشون هم بمونن. میدونی فاصله من امروز جز روزاییه که خودم هم با آدما اینم صورت مسئله رو پاک میکنیم، خودمو میکشم کنار، حوصله ندارم، حوصله جنگ و جدل ندارم. ولی برای خودتون باشین. برات سورپرایز دارم. کامنت ها چی میگه؟ موافقن که تو عوضی؟ به نظرم داره میگه که به نظرم تا حدی مقصری. ممکنه باهوشترین و درستترین آدم جمع باشی، اما اگه مدام با این کار همه رو از خودت دور کنی آخرش تنها میمونی، حتی اگه حق با تو باشه. و باور کنین تنهایی خیلی آزاردهنده است. حالا من از این میگم برو تنها باش. مگه اینکه داری روی پایان نامه یا تحقیق جدی کار میکنی، بابت این کار بهت پول میدن، کسی مشخصا ازت خواسته نظر تخصصی بدی، یا اشتباه بودن اون موضوع واقعا باعث آسیب به خودت یا شخص دیگه ای میشه. در غیر این صورت بیخیالش رو. آره میتونی یکم شل کنی دیگه،
خدایی سخته. آره منم خیلی سخته. منم هرسی میشم. یعنی اینجوری هم که لام از سب دهنه تو ببند. مینا واقعیت اینه که من دوستهایی دقیقاً به خاطر این موضوع از دست دادم. سخته. من نمیتونم. میدونم. آخه منم فکر میکنم حرف حق باید زده بشه. آره ولی آره فکر خوبیه. دوست داد و جمع دورتو جمع با سوادتر غیر مغرور تری کنی، اینجوری مشکلات وجود نداره. آره دیگه تو اذیتی، اینا دارن حرف خودشون میزنن، فاصله بگی. تنها هم نمیشه. حالا این جو داده آره بابا، این تنهایی آزاردن. نه تو دوستای آدمای مثل خودتو پیدا میکنی. 8 میلیارد آدم. والا من و تو خیلی شجاعیم. ما هر لحظه امکان داره هم دیگر هم بزنیم. آره مثل تو زیاده برای من دیگه. کامنت بعدی: برادر من هم دقیقا همینطوری و واقعا اعصاب خورد کنه. هر فرصتی تبدیل میشه به یه دیدی گرفتمت یا ثابت کردم اشتباه میکنی و حتی ساده ترین گفتگو هم حالت بحث و مقابله پیدا میکنه. نمیگم آدم بدی هستی، اما این رفتارت کم کم باعث میشه آدمایی که واقعا دوستشون داری از خودت دور کنی. کامنت بعدی: بله you're the asshole. این رفتار از بیرون خیلی بیادبانه به نظر میرسه، مخصوصا وقتی اونو با دوست دارم اطلاعات جالب با بقیه به اشتراک بذارم ترکیب میکنی. این تصویر رو میسازه که انگار خودت رو همه چیزدان میدونی. اگه نگران فراموش کردنش هستی در گوشیت یادداشت کن که بعداً اون موضوع رو بررسی کنی. من دارم هی خجالت منم احساس کنم دونه دونه این کامنت داره با من حرف میزنه. نفر بعدی: you're the asshole. راستش حرفاشون احمقانه به نظر میرسه، اما لازم نیست جلوی خودشون اینو ثابت کنی. این هم رفتار عاقلانه ای نیست. فقط لبخند بزن و سرتو تکون بده و که آره واقعا لازم نیست همیشه. تو در این حد نیستی مونا عزیزم. داشتم فکر میکردم که در این اپیزود ما عوضی بودیم. آره واقعا اپزی اینی عوضی این اپیزود من و توییم. آره خودمونیم. چقدر خودخواه بودیم امروز. میپذیریم. حالا این همه اپیزود ما خوب بودیم، یه بار هم ما عوضی باشیم. میدونی عوضیت من داره در حدی میره که همچنان فکر میکنم ما خوبیم. همین الانش هم فکر میکنم ما خوبیم. همین که میپذیریم که عوضیم این نشونه خوب بودن نیست. آره ولی یواشکی پشت صحنه پس ذهنمون این فکر رو میکنیم، ولی تو دوربین امروز میگیم ما عوضیم. سیاست بخرج. ما عوضیم مثل مامانمون که توی اون اپیزود نه. ما عوضیم. آره شما خوبین. این دفعه همه خوب. ما هنیم شما خوبین. که دلتون نشکنه. آره خیلی خوب بود. ممنون. متشکرم عوضی عزیز.